بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به قصه دیگری از یاران بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیدیم. داستان شخصیتی که پیامبر خدا در مورد ایشون می‌فرمایند که هر کسی دوست داره قرآن رو همان گونه که نازل شده تر و تازه بشنوه، به قرائت ابن ام عبد گوش کنه یا به تلاوت ابن ام عبد گوش بکنه. این موردی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد ایشون گفته. خب این شخص کیه؟ این شخص یک جوانی است که هنوز شاید به سن بلوغ نرسیده و در اون بالاخره دره‌های مکه دور از چشم مردم گوسفندهای اشراف قریش رو داره میچرونه، به ویژه گوسفندهای یکی از بزرگان قریش به نام عقبة ابن معیط رو، و مردم اون رو اون روز صدا میزدن به اسم ابن ام عبد. در واقع اسم ایشون عبدالله هست و اسم پدرش مسعود هست و داستان امروز ما در مورد عبدالله ابن مسعود هست. عبدالله ابن مسعود از داستان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و اون چی که در میان قومش در مکه رخ داده، به خاطر سن کمش و دوری از شهر مکه و اینکه بیشتر در همون دره‌ها و بالاخره کوهپایه‌ها و اطراف مکه بود، چیزی نشنیده بود و خبر نداشت که چه اتفاقی میفته. از سر صبح گوسفندا رو برمی‌داشت میبرد بیرون و آخر به قول معروف شب که هوا تاریک میشد برمیگردون گوسفندها رو به مکه. تا اینکه یه روز که این در همون بیابان‌ها و دشت‌های مکه بود و مشغول گوسفند چرانی بود، دید که دو نفر دارن میان و این دو نفر دارای یک ویژگی خاصی هستند. دو نفر آدمی با وقار، جا افتاده و خسته هم هستند. خستگی و تشنگی به اونها غلبه کرده، لبها و گلوهاشون هم خشک شده. این دو نفر اومدن مقابلش وایسادن، بهش سلام کردند و بهش گفتن ای پسر بچه، آیا یا مثلا جوان یا هر چی که مثلا با این عنوان میشد، عربا میگن یا غلام یا پسر بچه، میتونی برای ما از شیر این گوسفندها بدوشی تا ما این تشنگی خودمون رو برطرف بکنیم و این حالتی که الان برای اون رخ داده. عبدالله بن مسعود رو به اینها میکنه، میگه که من نمیتونم این کار رو بکنم، این گوسفندها مال من نیست و من امانتدار اینها هستم. نکات رو در عصر جاهلی داشته باشید، برای ما خیلی مهمه. یعنی نکاتی که در مورد اسلام وجود داره که چگونه عرب جاهلی از اون کودکش گرفته تا اون پیرمرد، چه اونی که اسلام رو میپذیره چه اونی که نمیپذیره، نگاه ها و نگرش ها خیلی مهمه و اون خصلت ها و طبیعت ها. حالا شاید یه روزی فرصت شد رو اینا با هم صحبت کردیم چه اتفاقی افتاده. میگه نه من این کارو نمیکنم، من امانت دارم. اما خب دوتا میگن اشکالی نداره. میگه من رو کردن با چهره خیلی بالاخره خوشحال و راحتی و یعنی علامت رضایت میگه درشون بود نسبت به سخن من. میگه یکی از اینها گفتش که از این دو نفر میتونی منو به یک گوسفندی که شیر نداره، به عبارتی مثلا شیرش خوش شده یا شیرش تموم شده که بچه نداشته باشه برسونی که من بتونم اینو ببینم. میگه گوسفندی همون نزدیک بود، گوسفند کوچکی بود که نزدیک ما بود و بالاخره این دیگه به استفاده نمی‌داشت، یعنی استفاده ای نداشت برای صاحب، من شیری هم نداشت. میگه اون مرد رفت و این گوسفند رو گرفت و بالاخره اون قسمتی که شیر میده از گوسفند رو میگه لمسی کرد و اسم الله رو برد، یذکر علیها اسم الله، اسم الله رو برد. میگه من در تعجب دیدم که این چی داره میگه، با خودش چیه، و دیدم که این گوسفند به شیر اومد و این شیر رو اینها دوشیدن و از این شیر خوردن و خب تشنگیشون هم برطرف شد. یک ظرفی رو گرفتند و بالاخره پر کردند از این شیر خوردند هر دو نفری و من نمیتونستم از تماشای این صحنه خودم رو، تعجب خودم رو نگه دارم که چه اتفاقی افتاده. بعد که این دوباره چیز شد دیگه، میگه تو گوسفند به حالت عادی برگشت. در واقع حالا این داستانی است که نقل شده در مورد عبدالله بن مسعود در این مورد. میگه من تعجب کردم. بعد میگه به این مرد مبارکی که این کار انجام داد بهش گفتم از اون چیزی که به این گفتی، کلامی که تکرار کردی، به من هم یاد بده، این سخن رو یاد بده
بعد میگه که اون مرد من گفت تو خودت آموزش دیده هستی. یعنی عبدالله بن مسعود از همون کودکی دارای حافظه و ذکاوت خیلی قوی بود. یعنی وقتی که اونجا پیامبر خدا اسم الله رو برد، گفت دیگه تو یاد گرفتی، تو دیگه نیازی نیست که من بخوام به تو چیزی یاد بدم. این ابتدای آشنایی عبدالله بن مسعود با قرآن هست که اولین باری که نام الله رو میشنوه با اون بالاخره پاکی که قرآن ذکر میکنه. وگرنه نام الله رو میشناختن، اسم خودش هم عبدالله بوده، الله رو همه میشناختن مشرکین عرب. در طی تاریخ هم اگر نگاه بکنید فرعون هم الله رو میشناخته، اما اینها برای الله شریکانی قرار میدادن یا خودشون نایبان سایه های الله قرار میدادند و واسطه هایی. در هر صورت بله، اون این دو فرد، یکی رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود و یکی یار ایشون ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود. و میگه بالاخره در اون زمان خیلی سختی بر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وارد شد، بر یار پیامبر خدا وارد شده بود و شرایط خیلی سخت بود. این پسر بچه دیگه کم کم مسائل رو شنید و جزو اولین افرادی هست که اسلام رو پذیرفته. حالا برخی گفتن 6مین نفر، بعضی گفتن 21مین نفر هست که اسلام رو میپذیره، ولی اما داستان عملا مال قبل از اینی که حتی پیامبر به خانه ارقم بخواد رفت آمد بکنه، چرا که این خیر و برکت و رحمت شامل عبدالله بن مسعود شده بود. خب گفتیم که دیگه پیامبر خدا بعد از اینکه این اسلام رو به عبدالله بن مسعود عرضه کرد، عبدالله بن مسعود یه حرفی زد. او یا رسول الله اجازه بده که من در خدمت شما باشم. این نکته خیلی مهمیه در تاریخ زندگی عبدالله بن مسعود. اجازه بده من خدمت شما رو بکنم. من کم سن و سالم، دوست دارم کنار شما باشم و بتونم از برکات و بالاخره رحمت‌های الهی که بر شما نازل میشه من هم بهره مند بشم. و از اون روز به بعد که این درخواست رو کردم مسلمان شده بود، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این درخواست ازش پذیرفت. دیگه عبدالله بن مسعود در خدمت پیامبر بود و همیشه سعی میکرد همراه پیامبر خدا باشه، مثل سایه گویا که کنار به کنار ایشون بود. حتی نقل شده که کفشای پیامبر رو میخواست جایی بره در می آورد، عصای پیامبر دست ایشون بود، جلو جلو راه میرفت، وارد جایی میخواستن بشن از کفشا رو میگرفت، دستش میگرفت، عصا پیامبر میداد. این چنین تعلق بود که حتی در خونه اینقدر ارتباط بود که حتی برخی نقل کردن که فکر میکردن عبدالله مسعود از اهل بیت پیامبر، از اهل خونه است و جزو کسایی که بالاخره همیشه با پیامبر، یعنی از رگ و ریشه خود پیامبر هست و همراه پیامبر بود. وارد خونه میشد، خارج خونه میشد، گاهگاهی پیامبر رو در میزد، سر صبح از خواب بیدار میکرد و پیامبر جایی میخواست بره در محلی برای اینکه خودش رو به شور غسل بکنه، اونجا رو ستر میکرد و هر چی که شما تصور بکنید این سعی میکرد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خدمت بکنه. مسواک پیامبر رو همراه خودش حمل میکرد و خیلی شگفتی های عجیب، یعنی بیش از اون چیزی که شما تصور کنید یک فرد در خدمت و در محبت پیامبر بود، نه یک خدمتگزار. نیا کنید این نکته خیلی متفاوته. این مثل یک فردی است که از شوق و علاقه و محبتی که به این پیامبر داشت، به خاطر این وابستگی روحی اصلا نمیتونست پس پیامبر خدا جدا بشه و خودش داشت این کارها رو انجام میداد و کارهایی که بتونه که دل محبت پیامبر ایجاد بکنه. اصلا میگم فقط جنبه محبت هست. خیلی عجیب هست دیگه. یه روز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه هر کی دوست داره که قرآن رو همون گونه تر و تازه بشنوه که بر وحی نازل شده، نگاه بکنه که ببینی عبدالله بن مسعود این رو تلاوت میکنه. این در واقع صاحب راز پیامبر شده بود، همراه پیامبر بود و همیشه از پیامبر دوری نمیکرد و میگم که این به گونه‌ای بود که در خانه پیامبر پرورش یافت و بزرگ شد و اخلاق پیامبر و اون علم و دانش پیامبر در ایشون به ایشون انتقال پیدا کرده بود و رفتارهای پیامبر در ایشون شکل گرفته بود، به گونه‌ای که در مورد ایشون گفته شده نزدیکترین شخص به پیامبر ایشون بود از نظر هدایت و از نظر الگو برداری در خیلی از رفتارها. و بعید هم نیست، چرا که ابن مسعود در مدرسه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آموزش دیده بود، آموزشی که دائم بود و قاری ترین صحابه نسبت به قرآن بود و نسبت به مفاهیم و مسائل فقهی اون این آگاهی داشت عبدالله بن مسعود که در موردش میگن که افقههم لمعانیها و اقرأهم للقرآن و اعلمهم بشرع الله. حتی در همه این موارد این از دیگران این برتری رو داشت.
داستان خیلی جالبیه. یه روز نقل شده که خب عبدالله بن مسعود در زمان عمر به عنوان والی کوفه تعیین شد. خب عبدالله بن مسعود شخصیتیه که خیلی عجیب هست، یعنی ایشون در جنگ ها در همه کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بوده و خاطرات خیلی عجیبی داره که هر کدومو در جای خودش ما انشالله براتون نقل خواهیم کرد. و حتی ایشون در جنگ یرموک بوده که جنگ خیلی حساسی بود با رومی ها. در فتح شام ایشون همراه سپاه اسلام بوده. میگم هیچ فرصتی رو از دست نمیداد. زمانی که عمر رضی الله عنه عمار ابن یاسر رو به عنوان امیر کوفه فرستاد، اونجا نامه نوشت که چون در شهر حمص یا در همون سرزمین شام عبدالله بن مسعود ساکن شده بود، نامه نوشت عبدالله بن مسعود که تو برو به کوفه کنار عمار وایستا، تو به عنوان معلم و استاد و آموزش دهنده مردم کوفه باش و عمار ابن یاسر هم به عنوان امیر اونجا هست. شما دو نفری در راه خدا به نمایندگی از من و در امارت مسلمان ها اونجا مشغول فعالیت باشید. جالبه در همین مورد نقل شده که تعدادی اومدن در مورد عبدالله بن مسعود صحبت کردن. میگه که یک داستانی که وجود داره برای اینکه ایشون چه شخصیتی هستن. اومدن پیش عمر و عمر خب در عرفه بود، بالاخره در امور حج بود. گفتش که از کوفه چه خبر دارید؟ بعد گفتن که آره ما از کوفه اومدیم یا امیرالمومنین. یک کسی رو اونجا ما میبینیم همین عبدالله مسعود نقل میکنن که قرآن رو داره از حفظ میخونه، اما یه جوری میخونه مثلا به اصطلاح خودشون، براشون عجیب بود. یملی المصاحف عن ظهر قلبه، و برای اونها نوع تلاوت اون و نوع اون چه که میخون عجیب و غریب بود. عمر عصبانی شد، خیلی عصبانی شد. اصلا میگن مشابه اون عصبانیت تا اون روز کسی ندیده بود، طوری که رگهای گردن عمر باد کرد و خب اصلا کسی صحنه رو ندیده بود. گفت میدونید اون کیه؟ شما منظورتون کیه؟ گفتن بله، چون یه طوری اینا نقل کردن که داره قرآن رو میخونه که عمر وحشت کرد، چون متوجه نشد که عبدالله مسعوده. گفت خب از کوفه چه خبر؟ اونا گفتن آره یه کسی یه جوری قرآن عجیب و غریب داره میخونه از حفظ و برای ما عجیب نوع خوندنش مثلا. بعد مثلا نقل کردن. عمر گفت وای به اون شخص کیه؟ اونها گفتن عبدالله ابن مسعود هست. میگه عمر همچنان آرام شد وقتی به حال خودش برگشت گفت وای بی شما میدونید که هیچ کسی از مردم نیستش که در این مسئله‌ای که شما میگین در این قرائت قرآن سزاوارتر از عبدالله ابن مسعود باشه. و داستان عبدالله ابن مسعود همچنان ادامه داره. داستان شیرینیه، با ما همراه باشید، این خیلی ارزشمنده. نمیخوام این فرصت و این داستان و این لحظات رو از دست بدید. تا روز دیگه و برنامه دیگه شما رو به خدا میسپارم. ان شاءالله قسمت دوم این داستان رو فردا خدمتتون ارائه خواهم داد.